در دهه 70 قرار داریم. در همین گسنیسه بهار بود ما اومدیم، شکرای بطورون خوردیم. شکرها خوردیم رفتیم. بسیار بارون سخت بارید. حتی در قشلاق عموما در توجیکستان سیل بارونگری و بسیار شد، آفتاب شد. چندین قشلاق و دیوها را برد، لیکن گسنیسه فونده میشه. ببین که چه مستحکمه. حالت همون اولش خطی اشتهیه. درختای آلو بولویی که در پس گسنیسه بدن در 21 اوگوست بخته است. هم راست اوغل بود. کدومش مسجد دست؟ یعنی دیولش میگم. راست اوغل بود. نه بود اوغل ها طرف هم خونه بود. نه طرف دا چیز میگم. جو میگم. نه خونه جرا یا چی نرفته. نه خونه بود. ولی چه راه بشه ندی؟ تپش جگن. دوستو عزیز، سالای همین جنگ شهروندی ده نقل میکنن که همین خونه آباد بوده است. همین خونه آباد بوده است. ورتالیوت در آسمون به مقصد بمب میپرتوید در همینجا. بمبابورون میکنه بیناهای در همینجا بدگیره. ای بین میرون بینا. حتی چواش موندگی. اینا ایو ای دروازه نه؟ ای دروی سولوی پیش ای. عاشق منشق نه؟ نه؟ زکلیوبکا. این
از سببی که در دهه افتوزمین بعد ویران شدنش دیگه هیچ کس زندگی نمیکرد. خندق میگه ساختن برای خشک کردن میوه‌جات. میوه زردالو در افتوزمین به حد بسیار است. رای ماشین تو 5-10 سال پیش نبود. میگه میوه را خشک میکردن، سوخا فروکت زردالو را توتا با ورتالیات در دوره شوروی ورتالیات خاطر همینجا گرفته میبردن، هم خیلی نقل میکنن. اینجورا خنزیرا اومدگی گردی زردالو را کرچوف کردن، میوه را خوردن، باز بگیم خیانت نکردن، رنگ آدم واری درخت میوه‌اش خوردن، نوداش نبریدن، بلکه میوه را خوردن، بخش سست کردن، بگیم بلگدارید کردن، رفتن. باز میگیم که خنزیر حرام است. یا خیلی آدم خنزیر ده حرام است. یا خیلی آدم میوه میخوره، میبره، میشکنه، میروه. یکی خنزیر خورده است، بیخی درخت سست کرده است، رفته است. این هم یک حکمت پروردگار است. ای میوه و زردالو و سیب توت به نظر میرسه بسیارتر. هی درجه یک خونه ویرانه است. ای ایوجا سنگ جرشیده ایسوست. ایجا خونه که پسان بعد پوش خوردن ایتیاد شوروی مردم بر وطناش آباد کنی اومد، یا اومده است کدامی خونه کرده است، کدامی اومده است خونه کرده است، دیگه زندگی هم نکرده است، بر رفته است. این همین خونه را زدگیان با ورتالیات خطی دولت. در دوره جنگ شهروندی دوستو عزیز وقتی که خونه آباد بودن، همون گروه های بگیم دزد غارتگر در اینجا می اومدن پناهگاه، خلق غم می دادن یا چی نقشه‌ای داشتن که بعدم ورتالیات اینجا سببی که دستنوره است در زمستون، بعد ورتالیات خطی همین خونه را اومدن همشه بمبااران کردن. از کلکوی سناریادی ورتالیات های اوهان پروش نمیای سناریادی ورتالیات های همین خونه‌ای که گشتگیان خیلی سبب باد و بارون هم میشه و آفتاب، لیکی یا در وقت آباد بودنشون همون گروه ها در داخل یا زندگی میکردن، گروه های راهزنا. ورتالیات اومد همه را بمبااران کرد. اینجا تو نوشتگی داره کت پیزی پیگی پیگی اینه. این چندین آدم را کشتگی به فکرم، چندین آدم را زدگی در سرش کشتگی های، در تنش زدگی کشتگی های. یا اسناریاد باشه؟ یا 36 42 858 86. ما دوستو عزیز باری دیگه من میام افتوزمین، لیکن این دولت چون در اینجا همینجا در کلون شدگی های دولت در همینجا کلون شدگی های اینستیتوت همینجا داخل شده است. اینجا را نقض میدونن، میگه که در پیش هر یک همین خونه یافت میشه و از کلکوی سناریاد و هم پروی بمبای ورتالیات.